دریای اشتیاقم غرقم شریک دردم با دیگران انیسم با تو شریک و همدم گر با دیگرانم جانم با توست هردم منو مای بس گمانی بشنو صدای قلبم من عشق و دوستیم ازمن چرا میرنجی پدر آرزو جان پدر چی گپ شده؟ تمنا کجاست؟ بچم پدر پدر جان برای جا کی آورده؟ نصیر بوده خانه ما چی میکرد؟ او را به حفاظت شما روان کرده بودم او عالم رای ما کار میکنه اگه او به وقتش میرسید تو نمیشد سلام جان کاکا اینجا خانه کیست بچیم؟ اینجا کسی زندگی نمیکنه. بچیم اینجا کسی را نیدی؟ امیال 3 نفر را یک بیجی از اینجا رفتن. کدام سو رفتن بچیم؟ او سو رفتن. موتر داشتن بچیم؟ یک موتر سر بود. همیزم که آمده بود ما را در جرا میگذاشتی ما برای شگرا پیدا میکنم من میگفتم تانا صاحب راست میگه پدرم تلفن پیش ما صاحب خدا مهربان است که اگر پیدا شود یک لحظه صاحب بله رئیس کم ساعتم خوب نیست صاحب کجا صاحب خو صاحب احمق گفت که در موقعیت شمال قرار بگیریم بله مادر بله جان مادر کجاستی؟
به خیالم که بسیار مصروف هستی در خانه خسرت. تمنا چطور است؟ دیدیش؟ امروز گپ زدی؟ نه مادر جان، اینطور است که تمنا را بچین خانه بیا که پدرتم دبی رفته. چی؟ پدرم دبی رفته؟ بله. او بچه از یادتان نره یک چند کت سیگرت هم بیارین. و دیگه بچه زود بیاید دیگه. سعیست ها. خداحافظ. خداحافظ. بله؟ کجاست سیاه بیادر؟ که تلفنتان براتان آوردیم. نه بیادر این موبایل ما نیست. بله؟ کجاست سیاه بیادر؟ که تلفنتان براتان آوردیم. نه بیادر این موبایل ما نیست. بله. او بچه زود بیای کدام گپ شده. زود بیای زود. تو میفهمی که اگه پدرم شما رو پیدا کنه چی خواد کرد؟ کلگیتانو میکشم. کلتانو به من میخواد زد. کلتان میموره. هر کس هستی خدا نشان بده. اگر نه دخترم میکشم. تا سه میخوانم. 1 2 تکان نخوری. باش بده. اگه یک قدم پیش بیایی مغزش برات باد میکنم. الهش بده. برای بار آخر برات میگم که تمنای من رها کن. با من فرق نمیکنه که هر کس هستی. تو فنچه تا پرت ده زمین. دستایت بالا کن.
قابل تشویش نیست. از لیلایی که مرمی قسمی اصابت کرده که هیچ جای خراب نکنه. تشویش نیست، انشاءالله خوب میشه. خود دخترک تشویش نکن. خوب میشه. تشکر دکتر صاحب. تو چور خوار ممره من میزدی؟ تو را کی گفته بود؟ تو را کی گفت که ای کار کن؟ آرزو خدا را شکر جان پدر که به هوش آمدی. پدر جان، او کی بود که مرا به مر میزد؟ تو آرام باش جان پدر، همه چیز خوب میشه. او چی حق داشت که این کارا بکنه؟ من از او نفرت دارم.
افسوس که من چهرهش دیدن نتونستم. پدر جان او رو پیدا بکنن و سخت برش جزا بده. پیداش میکنم. خوبر جان شانم بسیار زیاد درد میکنه. خوب میشی خوار جان، بسیار زود میریم به خیر خانه. اگر شرم حیا داشته باشه دیگر رنگ خود در این ما نخواد زد. چطور هستی بچیم؟ چند روز از که خانه نامدی؟ خیریت خواه است؟ یا که در خانه خسرت ساعت دیر بود؟ چی گپ است بچیم؟ خیریت خواه است؟ چی گپ است؟ بمرم مادرت. مادر جان، من چرا اینقدر بدبخت هستم؟ هیچ کس مرا دوست ندارد. هیچ کس من مرا خوب نمیکنه. هیچ کس مرا درک نمیکنه مادر. من همیشه به خوبی مردم کار میکنم. باز چرا اونا امرای مرا زشت میکنن؟ حتی او دختره. حتی او آرزو. تو تمنا را ببین. کسی را که من از جان دلم کده بیشتر دوست دارم. او چرا نمیفهمه مادر جان؟ من خسته شدم مادر از این زندگی. چرا بچیم؟ تمنا و آرزو چی کده؟ زیاد تشویش نکو. خوب شد که بخیر گذشت. تو در این کار مقصر نیستی. اگر او امروز حقیقت نمیفهمه یک روز خود فهمید و پشیمان خود شد. و تو باز بیبی کوچ تو خودت تسلیم تو خود کرد. و آرزو رام گناهش نیست. او تمنا را مثل مادر خود دوست داره. تو خو میفهمی دخترم. تو دخترم نیم رازم هستی. پدرت از تو یک خواهش داره. قبول میکنی؟ چرا نی پدر جان؟ من جان خدا قربان شما میکنم. شما بگو این چیست؟ تو باید همراه ما وعده کنی که با تمنا نمیگی که مرمی را کی فایر کرده بود. درست است.
من هیچ وقت با اوی گپ نمیزنم. تا که زنده هستم این راستانه پیش ما خودت خواد بود. من میفهمیدم که تو دختر همرازم هستی. ما میریم و چیم جلسه مهم دارم. من اسیرم برای موتر شخصی رایی میکنم که تو تا منال خانه ببره. بازم نصیر؟ تایپ تا خاموش کن. سپاس خود پرستی با عشق و شار و مستی مغرور به تکلف اندر بساط هستی من ساز زندگیم ازمن چرا میرنجی پیغام آشتیم ازمن چرا